رهبر جمهوری چچنستان روسیه رمضان قادروف روز 28 اکتبر سال 2022 در کانالش در تلگرام تصدیق کرد که در اول هفته روان در ولایت خرسون اوکراین در نتیجه یک حمله با توپ‌ها یک باره 23 سرباز چچن کشته و 58 نفر دیگر زخمی شدند. بسیاری ها میدونند که در اول هفته جاری یکی از واحدهای چچن ها مورد توپباران قرار گرفت. این در ولایت خرسون روی داد. تمام کارهای نجاتی به انجام رسیدند و روی خط نهایی قربانیان طی شده است. 23 نفر کشته شدند و 58 نفر جراحت برداشتند. از این شمار 4 نفر جراحت وزنین دارند ولی به حیات آنها تهدیدی وجود ندارد، خبر داده است رمضان قادروف. این یکی از سنگین‌ترین تلفات نیروهای به جنگ اوکراین فرستاده شده از چچنستان دانسته می شود. قادروف به اهل خانواده‌های قربانیان اظهار همدردی کرده بار دیگر اصرار ورزیده است که چچن‌ها در جهاد اشتراک دارند و با ضد قوه‌های ابلیس می جنگند. قادروف وعده داد که به خانواده‌های کشته شدگان کمک‌های لازم رسانیده می شود و نزدیکان کشته شدگان را حتی برای ادای حج به عربستان سعودی می‌فرستند. ما همیشه در حق عائله‌های برادران کشته شده امان غمخواری ظاهر می‌نماییم. البته یگان نعمت این دنیا کشته شدگان را دیگر بر نمیگرداند، ولی غمخواری در حق عائله‌های آنها وظیفه ماست. برای دفن هر سرباز در عملیات مخصوص حربی کشته شده ما 1 میلیون روبل جدا می‌کنیم و دولت باز به عائله‌های آنها 12 میلیون دیگر می‌دهد. زخمیان 3 میلیونی میگیرند. بغیر از این ما برای عائله‌های کشته شدگان سفر برای زیارت مکه را فراهم می‌آوریم. رمضان قادروف یکی از رهبران منطقه‌های روسیه است که از جنگ ضد اوکراین خیلی گرم استقبال کرد و برای فرستادن اختیاران از چچنستان به این جنگ معرکه گسترده را برو انداخته است. قادروف و روحانیان چچنی جنگ به ضد اوکراین را جهاد و نیروهای اوکراین را نیروهای اهریمنی یا شیطانی نامیده ادعا دارند که هر کسی در این جنگ کشته شود گویا شهید می شود. ولی وقتهای آخر شماره چچن‌های داوطلب برای رفتن به جنگ اوکراین خیلی کم شده است و بنابر خبرها در این جمهوری اولا مهاجران کاری از آسیای مرکزی را به هر گونه وعده‌ها جلب کرده ایستادند تا به صف ارتش قادروف پیوسته به اوکراین بروند. جنگاوران رمضان قادروف را در اوکراین به دست داشتن در جنایت‌های جنگی عیبدار می‌کنند و سربازان فرستاده رهبر چچنستان را با استهزاء تا ارتش تیک توک مینامند، چون که آنها دوست می‌دارند که حرکت‌های خود در اوکراین را ثبت کرده این ویدیوها را در اینترنت گذارند.